تو هم مثل من فکر میکنی ساخت اهرام مصر کار فرازمینی‌ها بوده یا دست برده‌های بیگناه دربار مصر تو کار بوده؟ آخه هیچ جوره با عقل جور در نمیاد که این سازه به این ابعاد کار دست فرزندان انسان باشه. بریم ببینیم تا این ماجرا به چی ختم میشه. تو رو نمیدونم، اما من که خیلی هیجان دارم. مصر باستان تمدنی تو شمال شرقی آفریقا بود که تو امتداد قسمت‌های پایینی رود نیل شکل گرفت. رود نیل که هر ساله به طور منظم طغیان میکرد و باعث ایجاد خاک حاصلخیز بود، به مردم مصر اجازه کشاورزی میداد و سبب تولید غذا میشد. همین موضوع کافی بود تا مردم زندگیشون رو بر راستای کشاورزی و یکجانشینی بنا کنن. فقط 5% مردم میدونن که اولین فرعون زن مصر کی بوده. واسه شناختن این فرعون تا انتهای این کلیپ همراه من باش. ناگفته نمونه که تو همین حوالی تاریخ خدایان و الهه‌های زیادی به وجود اومدن که هر کدوم نشونه از یه رویداد بود. اونقدر زیادن که تعدادشون از مردم رعیت بیشتر بود. مثلا هوروس خدای آسمان، رع خدای خورشید، کانشو خدای ماه، آنوبیس خدای مرگ، اوزیریس خدای زندگی بعد از مرگ، ایزیس الهه طبیعت. حدود 5500 سال قبل از میلاد قبیله های کوچیکی که تو دره نیل سکونت داشتن به مجموعی از تمدن‌ها تبدیل شده بودن که توانایی کشاورزی و دامپروری داشتن. امروز آثار اشیای شخصیشون مثل شونه ها و دستبندها و مهره هاشون قابل شناساییه. بزرگترین تمدن‌های اولیه تو مصر جنوبی تمدن بداری بود. این تمدن با سرامیک‌های مرغوب، ابزار سنگی و استفاده از مس شناخته شده بود. بعد از بداری، تمدن نقاده که به 3 دسته نقاده اول یا امراتین، نقاده دوم یا گرزیان و نقاده سوم یا سمینیان تقسیم میشد به وجود اومدن. دوره نقاده اول، مصریان از اتیوپی obsidian وارد می‌کردند. obsidian سنگ غنی از سیلیکات بود که به همین خاطر شیشه آتشفشانی خطاب شد. این سنگ واسه ساخت تیغه‌ها و اشیاء دیگه از تراشه‌های سنگی به کار میرفت. تو دوره نقاده دوم که حدود 3600 تا 3350 سال قبل از میلاد بود، تجارت متقابل با سرزمین شام برقرار شد. در طول دوره حدود 1000 ساله، تمدن نقاده از چند جامعه کوچیک کشاورزی به تمدنی قدرتمند تبدیل شد که رهبران اون تسلط کاملی به مردم و منابع دره نیل داشتند. رهبران نقاده سوم با ایجاد مرکز قدرتی در نخین و ابیدوس، سلطنت خودشون به مصر و تا امتداد دلتای نیل گسترش دادن. اونها همچنین با مردم نوبه، لیبی امروزی و تمدن‌های مدیترانه شرقی و خاور نزدیک داد و ستد می‌کردند. از خدمات و ابزارهایی که این تمدن باقی گذاشت میشه به شونه‌ها، مجسمه‌های کوچیک، گلدون‌های تزئینی سنگی مرغوب، جواهرات زرین، همچنین لعاب سرامیکی که تا دوره رومی‌ها واسه تزیین فنجونا، طلسما و مجسمه‌ها به وفور استفاده میشد اشاره کرد. با گذشت زمان جوامع کوچیک به هم پیوستن و اولین پادشاهی‌ها شکل گرفت. یکی از اولین و مشهورترین پادشاهان مصر نارمر یا همون منس بود که با متحد کردن شمال و جنوب مصر اولین سلسله فراعنه رو بنا نهاد. تاریخ مصر باستان مجموعه‌ای از پادشاهی‌های باثباته که دوره‌هایی از بی‌کفایتی‌های نسبی بین اونا فاصله انداخته. این مجموعه شامل پادشاهی کهن، عصر میانی اول، پادشاهی میانه، عصر میانی دوم، پادشاهی نوین و عصر میانی سوم میشه. پیشرفت‌های بزرگ تو معماری، هنر و فناوری تو زمان پادشاهی کهن اتفاق افتاد که با حاکمیت بیش از 25 سلسله از فراعنه در طی سالهای 2686 تا 2181 قبل از میلاد به وقوع پیوست. این دوره عصر رونق بود. دوره‌ای که تو اون اهرام جیزه و ابوالهول بزرگ ساخته شد و مردم مصر فراعنه خودشون رو به عنوان خدایان روی زمین میپرستیدن، چون باور داشتن که فراعنه فرزندان یا نمایندگان خدایان رو زمین هستن. اهرام مصر با نیروی کار بردگان یا فرازمینی‌ها ساخته نشده بود. شواهد باستانشناسی نشون میده که کارگران حرفه‌ای و کشاورزان فقیر تو فصلی که کشاورزی انجام نمیشد واسه ساختن بنای اهرام استفاده میشدن. میدونستی مردم مصر از چه شیوهی واسه تدفین مرده هاشون استفاده میکردن؟ با آن پیچی بود، پیچی بود. مومیایی. آفرین، مومیایی. حالا قبل این که بگم مومیایی کردن چجوریه، لطفا این ویدیو رو لایک کن وگرنه عمرم بگم.
مصریان باستان واسه تضمین جاودانگی بعد از مرگ آداب تدفین منحصر به فردی داشتن. این آداب شامل حفظ بدن با مومیایی کردن بود و مرحوم با کالاهایی دفن میشد تا بتونه تو زندگی بعد از مرگش ازشون استفاده کنه. هنر مومیایی سازی در بهترین روش 70 روز طول میکشید که شامل خارج کردن اندامهای داخلی و مغز از طریق بینی و خشک کردن بدن با مخلوطی نمکی بود. در آخر بدن رو تو پارچه کتون و طلسم‌های محافظتی بین لایه‌ها میپیچن و تو یه تابوت انسان نمای تزیین شده سنگی یا چوبی مستطیلی قرار میدن. فراعنه با بخشیدن زمین‌ها به معابد و اماکن مذهبی در طی 5 قرن در ازای ارائه منابع کافی برای پرستیده شدن خودشون پس از مرگ توسط مردم باعث ایجاد ضعف اقتصادی شدن که دیگه توانایی پاسخگویی به نیازهای حکومت غیر ممکن شد. از اون طرف هم خشکسالی و قحطی 140 ساله اونا رو به عصر میانی اول انتقال داد. با فروپاشی این حکومت و ایجاد جنگ‌های داخلی محلی، هر عنصر مادی و معنوی که تحت اختیار و انحصار فرعون بود خارج شد. اما حاکمان محلی که دیگه خادم هیچ پادشاهی نبودن، به رقابت واسه قدرت سیاسی و سلطنت به سرزمین‌های همدیگه برخاستن. حاکمان هراکلئوپولیس کنترل شمال مصر و خاندان اینتف کنترل جنوب مصر رو به دست گرفتن. این نشون میده که کرمجنگ از اول بوده. افزایش قدرت خاندان اینتف و گسترش قدرتشون به سمت شمال مصر باعث ایجاد درگیری شد و به حاکمان هراکلئوپولیسی غلبه کردن و عصر پادشاهی میانه رو رقم زدن. با به قدرت رسیدن این حکومت، رونق و پیشرفت دوباره به این سرزمین یک پارچه برگشت و این خاندان از سال 2134 تا 1690 قبل از میلاد با 14 سلسله بر مصر حکومت کرد تا اینکه سیلاب‌های شدید ناشی از رود نیل سبب ایجاد خسارت‌های شدید و رکود شد و مصر رو وارد عصر میانی دوم کرد. گروهی از مردم غرب آسیا که تو منطقه دلتا مستقر بودن، بعد از تضعیف قدرت پادشاهی میانه کنترل مصر رو به دست گرفتن. اونها با نام هیکسوس به معنی فرمانروایان بیگانه شناخته می شدن و از سال 1674 تا 1549 قبل از میلاد حکومت کردند. هیکسوس ها با حفظ الگوهای حکومتی خودشونو پادشاه معرفی کردن و با عناصر فرهنگی مصر عجین شدن. بعدها مصر رو با سلاح‌های جنگی جدیدی مثل تیرکمان‌های ترکیبی و عرابه‌های اسبی آشنا کردن. با نفوذ بومیان تبس در بین هیکسوس ها، سرانجام بین این دو گروه جنگی بیش از 30 سال به تاریخ پیوست و حضور هیکسوس رو تو مصر ریشه‌کن کرد و از این رو پادشاهی نوین آغاز شد. نگفتم کرمجنگ از اول بوده؟ مصریان باستان فرهنگ غنی داشتن و اهمیت زیادی به بهداشت و ظاهرشون میدادن. اکثرشون تو رود نیل حموم میکردن. مردا هم واسه رعایت پاکیزگی کل بدنشون رو میتراشیدن و از عطرها واسه از بین بردن بوی بد استفاده میکردن. لباس ها از پارچه های کتونی ساده سفید تهیه می شد. مردا و زنای طبقات بالا کلاگیس، جواهرات و لوازم آرایشی استفاده می کردن و کودکان تا سن بلوغ حدود 12 سالگی بدون لباس بودن. موسیقی و رقص سرگرمی های محبوب کسانی بود که توانایی مالی کافی داشتند. خورد و خوراک و آشپزی مصریای باستان خیلی قابل درک‌تر از مردم چین و تایلند امروزه. اگه دلت میخواد بدونی که مصریای باستان چیا میخوردن، لطفا این کانال رو سابسکرایب کن و واسه ادامه ماجرا کنار من باش. آشپزی مصریان امروزی شبیه آشپزی دوران باستانی خودشون بود. غذای اصلی مردم مصر نون و آبجو همراه با سبزیجاتی مثل پیاز و سیر و میوه‌هایی نظیر خرما و انجیر بود. شراب و گوشت فقط تو روزهای جشن در دسترس همه بود، در حالی که طبقات بالا به طور منظم از اون بهره می‌بردن. از اولویت‌های اصلی پادشاهی نوین ایجاد یک ارتش قدرتمند بود. این حکومت روابط دوستانه با همسایگانشون مثل میتانی، آشور و کنعان تقویت کرد و دوره‌ای از رونق بی سابقه رو رقم زد. دوره حکومت این پادشاهی از سال 1549 تا 1069 قبل از میلاد بود و در بین سلسله‌های موجود اولین فرعون زن مصر به نام حتشبسوت به حکومت رسید. این سلسله راه رو واسه دسترسی به واردات اقلام مهمی مثل برنز و چوب باز می‌کرد. فراعنه پادشاهی نوین تلاش زیادی واسه ترویج آمون پرستی می‌کرد.
تو سلسله بعد آمنحتپ چهارم به تغییر این آیین پرداخت و پرستش خدایان دیگه رو سرکوب کرد و بعد از این اسم خودش رو به آخناتون تغییر داد. اما بعد از مرگ اون دوباره نظم مذهبی سنتی برقرار شد. فرعون تاریخ ساز ماجرای ما که اگه اون موقع گینس وجود داشت باید روزی 1 دفتر صدبرگ تموم میکرد، رامسس دوم بود. این فرعون تا جایی که میتونست معبد ساخت، تا جایی که میتونست تندیس ساخت، تا جایی که کار میکرد فرزند صاحب فرزند شد. تازه اولین مائده صلح تاریخ هم به نام خودشه. در آخر ثروت بزرگ مصر هدف وسوسه انگیز خارجی‌ها بود که باعث جنگ شد. ارتش مصر هم تا جایی که میتونست مقاومت کرد و در نهایت سرزمین‌های جنوب کنعان رو از دست داد. از اون طرف هم مشکلات داخلی و فساد و قدرت گرفتن کاهنان اعظم معبد آمون به خاطر زمینایی که در اختیار داشتن باعث تقسیم کشور شد و مصر رو به عصر میانی سوم برد. عصر میانی سوم که حدود 400 سال طول کشید، دوره جنگ‌ها و لشکرکشی‌ها بود که سرانجام جلال و عظمت مصر رو کمرنگ و کمرنگ‌تر کرد. به نظر تو فاتح بعدی مصر از کدوم امپراتوری بود؟ نظرت رو کامنت کن که حتما میخونم. با من همراه شو تا سرگذشت اجدادمون رو تماشا کنیم.